سلام دوستان عزیز و تماشابینان گرامی. هر سال وقتی عید قربان میشد من حتما سحر میخستم به مادرم زنگ میزنم با یک مهری گرم، با یک قوه بزرگ، چون میدانم مادرم در خانه و حتما صدایش را میشنوم. چون امسال با رفتن مادر غم انسان زیاد میگردد و وقتی روزهای عید به میان می آیند حتما سخنهای مادرم به یادم می بیاید، چون مادر همیشه برای فرزند خوشبختی می خواهد، سلامتی می خواهد، عمری دراز و خاطری جمع. و ما نیز می خواستیم همیشه مادری ما عمرشان دراز باشد، تنشان بردم باشد و همیشه ما در سایه مادرم باشیم و مادرم در سایه ما باشد. چون وقتی مادر می رود در قلب هر یک انسان غم را زیاد میگرداند. اما این معنی آن ندارد که ما سپاسگزار نیستیم به خدای بزرگ. ما به تقدیر انسانیت و هر چیزی که میراث هست ما آن را قبولش داریم و خدا را شکر میگوییم. اما رفتن مادر یک مهر محبتی که شما در این دنیا و دنیا دارید تماما کاسته میگردد. چون یک قلب من رفت، قلب من به جای رفت که دنیای باقی است. این دنیا دنیای فانی باشد، البته همه به آن دنیای باقی روزی از روزها برمیگردد. هر روز دعا میکنیم تا مادرم خدا جویشان را جنت گرداند. آرام باشند. امروز من بی مادر شدم. امروز گریه‌ام تمام نشونده است. امروز غمم زیاد است، چون آمد عید قربان باید قربانی کنیم، باید خوشنودی کنیم، خرسند باشیم، چون آن نعمتی که خداوند برای همه ما داد شکرگزار باشیم. همه پیام میفرستم اما در بین آنها مادرم نیست. من به این سخنهام چی گفتنی هستم؟ مادر همیشه در غم فرزند است. نوبسته فرزند کی است، اما مادر همیشه مادر میماند. اما امروز
میبینم که بسیاری ها مادری خود را عزت نمیکنند. همه را البته در نظر نداریم و اون نفرایی که به مادر خود عزت نمیگذارند از خداوند برکه را نمیبینند. و همون خاطر من به اون نفرایی که امروز مادرشون رو دوست نمیدارند، شاید مناسبت نقض نمیکنند یا که در غلانه سخطشون صحبت میکنند، از اون چیز دست برداریم. البته من با دوستانی که هم در فیسبوک هم با طریق دیگر واسطه های علاقه با من در تماس بودند، من هزارها بار منتدار هستم. من تشکر میگویم چون در یک روز مشکلی، در یک روز وزمینی شما با من بودید. من خیلی وقت نتوانستم چیز برای همه بگویم، اما هزار سپاس که با مادر من دعا فرستاندید، غم شریک من بودید. من آرزوی آن دارم که همیشه با مادران خود باشید. محبت مادر، احترام مادر در دل هر یکی ما جاویدانه باشد، هیچگاه کنده نگردد. مهم با مادر همیشه در تماس باشیم. در آمد این عید مبارک قربان همه شما را مبارکباد میگویم. بگذار در خاندان هر یک شما فیض و برکت، مهر و محبت، سیری و پوری، برکت زندگی همیشه دنبالگیر باشد. خوشنودی، خوشبختی، طالع بلند نصیبی هر یکی ما و شما باشد. پیش از همه من برای کل دوستان، برای برادران، برای خواهران تنها یک چیز میخواهم: تن صحت، خاطر جمع، عمری دراز. بگذار همیشه صحتمند و پیروز باشد و با مادران خود باشد. عیدتون مبارک باشد به تمام کل مردم مسلمان.